امروز قراره با همین کباب تابه‌ای مرغ خوشمزه رو درست کنیم. فیله مرغمون رو چرخ میکنیم، پیازمون رو رنده میکنیم و آبش رو کامل میگیریم. 100 گرم جعفری خرد شده اضافه میکنیم، نصف فلفل للمه‌ای خرد شده، 2 قاشق غذاخوری آرد سوخاری و 1 قاشق غذاخوری آرد سفید. میریم سراغ ادویه ها. اول نمک، بعد پودر پیاز، کمی زنجبیل و در آخر زردچوبه رو اضافه میکنیم. کمی زعفرون دم کردن به ترکیبمون اضافه میکنیم و مواد رو کامل با هم مخلوط میکنیم. قبل از رفتن روی گاز 2 قاشق غذاخوری کره آب شده هم اضافه میکنیم. ترکیب مرغمون رو داخل تابه مورد نظرمون میریزیم و اونو به خوبی پهن میکنیم. کبابامون رو تقسیم بندی میکنیم و آماده است که دیگه بره روی گاز. برای روی کباب هم گوجه‌هامون رو حلقه‌ای میکنیم و روش کمی نمک میپاشیم و میذاریم رو گاز بمونه. اینم از کباب تابه‌ای مرغ ما که در عرض نیم ساعت خیلی راحت درست شد. برای روی کبابم من از گوجه و فلفل استفاده کردم. شما با هر چیزی که دوست دارین میتونین سرو کنین. مرسی که همراه مایین.